وقتی اون رسیده است که برگردید بلیط بگیرید، همون پولی که جمع کردید با پدر و مادرتون برید از رحمانوف در داخل کشور طلب کنید که برای من در همین جای کار پیدا کن. بعد ببینید که رحمانوف چیکار میکنه. زواد سازد، کارخانه سازد، راه دوشنبه خوجند را به پول کند. ما دیگر نیاز به عمل داریم. تا کی درس سیاسی بخونیم؟ همین حیات به ما مگر درس سیاسی نداده است. عزت رو میبرن، احکام میکنن، میدوزدن. همین درس سیاسی است. من اگر 5 سال به شما درس آموزم برابر آن است که حکومت رحمانوف عزت اما رو دزدید برد. خب یک سوال دیگر آمده است. السلام علیکم. این صحبت رو انتظار بودیم. این قضیه را رهبری میکردند خوب میشد. خصوصا من تیارم برای دفاع حق، ولی حیرانیم چیکار کنیم. برادران عزیز، من الکی به شما گفتم که از روز اولی که عزت را دزدیدن این قضیه به صاحب نیست. کار رفته ایستاده است تا دادگاه های بین المللی رفت. این برآمدهایی که برادران بلاگرها یک جایه دست جمعانه با یک شکلی درست کرده ایستادن، شما فکر میکنید که این بدون هماهنگی و بدون کار هست؟ نه دوستان عزیز. اما شرط نیست که همه حرفا در رسانه ها گفته شود. ما و شما باید که همکاری را، هماهنگی را بیشتر کنیم. مطمئن باشد هموطنان عزیز، روند به صاحب نیست. روند تحت نظارت است، تحت کنترل است و همه برادران و خواهران در بیرون مثل یک کمانده، نابسته از اون که از کدام حزب و گروه هستند، مثل یک کمانده فعالیت کرده ایستادند و انشاءالله همین روند اگر خلالدار نشود ادامه پیدا کند، ما به نتیجه بهتر خواهیم رسید. شما مطمئن باشید، شما از همین لحظه حساب کنید که دیگر این روند رهبریت دارد، هماهنگی هست و فقط وظیفه ما و شما این است که انتظام و همکاری را بهتر و خوبتر کنیم. من گفتم که روزش فرا میرسد که مردم خودش بیدار می شود و دست به کار می شود. مردم خودش از ما طلب می کند که کی به میدان می بریم. الکی نتیجه داده ایستاده است. الکی این روز نزدیک شده ایستاده است. مطمئن باشید باز این حکومت جنایت ها و ابلهی های بیشتری خواهد کرد در آینده که این روند مبارزه ما و شما رو باز بیشتر می تیزاند. خب یک سوال آمده است. سلام برادر کبیری، مهاجرین و در مجموع مردم تاجیک چیکار باید کرد تا از روسیه تاجیک استرداد نشود و به هر بهانه پوچ و بی‌معنی؟ بسیار سوال خوب دادید برادر عزیز. من قسما به این سوال شما جواب دادم در صحبتم و حالا چند نکته دیگر را تکرارا میگم. ببینید برادران عزیز، همون نام موضوع من چی بود؟ وقتی آن رسیده است که مردم امروز از قامتش را راست کنند. ما هنوز قامت خود را راست نکرده ایم. رحمانوف ملت رو به زانو شنانده بود. ملت امروز فقط زانویش را یک کمتر راست کرد، ولی هنوز ما قامت خود را راست نکردیم. زانو را یک کمتر راست کردیم، الکی وضعیت عزت امان تغییر کرد. قامت ما را که راست کردیم، همه آن کسانی که در پشت ما و شما سوار شدند، چه در داخل تاجیکستان چه در روسیه که سوال دادید که چیکار کنیم که دیگر از روسیه دیپورت نشوند، شما قامتتان را راست کنید. هیچ کس در پشت شما سوار شده نمیتواند. هر کسی که در پشت شما سوار است خودش میافتد. اما امروز قامت ما و شما خم است و هر کسی هم که میخواهد میاد سوار میشود. از رحمانوف شروع کرده، والا رحمانوف که بالاترین است، تا وزیرهای قدرتی، تا پالکوونیکو، تا کگبشنیکو، پروکورور و سود و میلیسیونر و حتی رئیسان جماعت ها در داخل تاجیکستان امروز برای دادن یک سند، یک حجت بالای پشت مردم سوار شدند. برای چی؟ برای که ما پشت ما رو خم کردیم. در این پشت خمی ما میلیسیونر روسیه هم سوار شده است، کارمند FMS هم سوار هست، مقامات سعودی هم، کارفرمایای بازارها هم سوار شدند. مهاجری تاجیک ماها سالها کار میکنند، معاش خوب نمیگیرند. وقتی اون رسیده است که دیگر قامت رو راست کنیم، اینا خودشان میافتند. قامت رو چگونه راست میکنیم؟ با عمل کردن، با صدایت را بلند کردن که من تاجیکم، من تاجیکستانیم،
من انسانم بالاخره، میخواهم مثل دیگر ملت ها و دیگر کشورها زندگی کنم. شما از روزی که همین حرف رو زدن رو آغاز کنید با صدای بلند، با قامت بلند در روسیه، در تاجیکستان، از روز دیگرش هم میلیسیونر روس ما و شما را احترام میکند، هم اون کروپسیونرها و جلادان و خونخوارهایی که در داخل تاجیکستان هستند. اگر بله روزهای اول فشار میارن، لط و کوب میکنن، حتی احتمال دارن که چند نفر رو زندانی کنن و حتی به شهادت برسونن. ما به اینم هر روز در روسیه، در داخل تاجیکستان ده ها صدها نفر رو از دست داده ایستادیم، یا با خنک نظری حکومت یا با مرگ و میره که در نتیجه این زدن و کفتن و در این حادثه‌ای که در روسیه میشوند. ولی شهادت در مبارزه، در راه، این هم فخر است، هم بالاخره مردن حق است. مردن این روز یا فردا هممون میمیریم، اما سربلندانه مردن، به شهادت رسیدن و شهادتی که بعد از آن ملت تو، زنی تو، فرزندی تو، پدر و مادری تو زندگی صاحب کرامت خواهد داشت. با همین خواری هم مرده ایستادیم، در زندان ها پوسیده ایستادیم. پس وقتی آن رسیده است که قامت را راست بگیریم و بگوییم که رحمانوف از پشت گردن من پایین فرا، یتیموف از گردن من پایت را بگیر، رحیمزاده از گلوی من پایت را بردار. اگر در داخل تاجیکستان ما این حرف را زده توانستیم، برادری عزیز، نامت را نمیدانم چی است، هر کی باشی، میلیسیونر روس حتما تو را احترام خواهد کرد. برای چی میلیسیونر روس کارمند روسیه چچن را احترام میکند، آذربایجانی را احترام میکند، گرجی را احترام میکند، ازبک را، حتی قرقیز را احترام میکند؟ برای چی نسبت تاجیک این را روا میبیند؟ برای آنکه ما و شما در داخل تاجیکستان از طرف رحمانوف ظلم میشویم، از طرف یتیموف و رمضان رحیمزاده ظلم میشویم. در آنجا خاموش هستیم، در آنجا که خاموش هستیم، در اینجا صدای ما را کسی نمیشنود. بنابراین همین حالا توصیه‌ای که پیشتر گفتم که برادری عزیز، باید وقتی آن رسیده است که برگردیم. چرا ما را باید دیپورت کنن؟ ما خودمون باید خودمون را دیپورت کنیم. یعنی هر مهاجر خودش را دیپورت کند به وطنش، برود به داخل کشورش، منتظر نشود که شما را دیپورت کنند. بلیط بگیرید، همون پولی که جمع کردید به پدر و مادرتون برید، از رحمانوف در داخل کشور طلب کنید که برای من در همین جای کار پیدا کن. بعد ببینید که رحمانوف چی کار میکند. اگر رحمانوف اون کارخانه هایی که در یک سال دو مرتبه لنته میبرند، یک بار سروزیر، یک بار خودش نه، بعد رحمانوف مجبور میشود که کارخانه واقعی سازد، زواد سازد، کارخانه سازد، راه دوشنبه خوجند را بپول کند، منوپولیای فروش گاز و بنزین و مواد خوراکا را از بین بردارد، بیزنسمن ها را، تاجرها را اجازه دهد که همه مال وارد کنند. در تاجیکستان جای کار پیدا می شود، تجارت رونق می کند، مردم نفسی آزاد می کشند. شما هم نیاز دیگر به کار در روسیه نخواهید داشت. بنابراین توصیه من برادری عزیز این است که باید از خودمان شروع کنیم. خب یک کس پیشنهاد کرده است، یک انتقاد دارم که حداقل در یک ماه 2 درس سیاسی مانید، موضوعهای مهم رو با ما فهمونید. برادری عزیز، من فکر میکنم دیگه ملت تاجیک نیاز به درس سیاسی ندارد. همون رحمانوف درس داده است بس است. ما دیگر نیاز به عمل داریم. تا کی درس سیاسی میخونیم؟ همین حیات به ما مگر درس سیاسی نداده است. عزت رو میبرن، محکم میکنن، میدوزدن، همین درس سیاسی است. من اگر 5 سال به شما درس آموزم، برابر آن است که حکومت رحمانوف عزت اما رو دزدید برد. خب دیگر چی درس سیاسی به شما گذارونیم؟ بله، اگر شما میخواهید که ما راهنمایی کنیم که چگونه مبارزه را باید درست به راهمون که زودتر به پیروزی برسیم، بله این حرف درست است. انشاءالله این توصیه شما گرفته شد و ما هم تلاش میکنیم که دیگر این صحبت های آنلاینی و صحبت های ثبت شده را در آینده بیشتر کنیم. اما مطمئن باشید همون حرفایی که محمد اقبال میزند، همون حرفایی که
شوکت محمد میزند، همون حرفایی را که برادران گروه 24 میزنند، همون حرفایی را که دیگر هزارها نوار از مردم و از ملت آماده ایستاده است، همون حرفایی را که عزت امان تا حبس شدنش زده بود، همینا همش درس سیاسی است. اگر همینا را گوش کرده باشیم، درک کرده باشیم که ما در کجای کار قرار داریم، انشاءالله برداشتن قدم های بعدی برای ما و شما آسان‌تر خواهد بود.